به این بررسی کوتاه خوش اومدید. امروز یه منبع خیلی سریع و جالب داریم. یه ویدیوی کوتاه که 5 تا ماده غذایی رو برای سلامت کبد معرفی کرده. Here are 5 foods that are great for liver detox. Number 1. میخوایم نکات اصلیش رو با هم مرور کنیم. سلامت کبد خب موضوع واقعا مهمیه. جالبه ببینیم این منبع چطور رو خوراکی‌های به اصطلاح دم دستی تمرکز کرده. بریم ببینیم چی گفته. Number 1 is lemon. So squeezing some fresh lemons into some water first thing in the morning, great way to get that liver detox going. خیلی خوب. پس اولین مورد که توی ویدیو اومده لیمو هستش. پیشنهادش اینه که صبحها یه مقدار لیموی تازه توی آب باشه. مثل اینکه زمانش مهمه براشون. بله، نکته‌ای که منبع روش تاکید داره همین اول صبح بودنه. میگه که یعنی فرایندی که اسمشو گذاشته سمزدایی کبد کمک میکنه. حالا جزئیات مکانیزمش رو باز نمیکنه، ولی خب شاید منظورش تحریک عملکرد طبیعی کبد دیگه. آها، که اینطور. Number 2 is kale and all the bitter greens. Your liver loves those bitter foods. مورد بعدی کلمپیچ یا همون کیل هست و کلاً سبزیجات. Number 3 is green tea, which is loaded with EGCG, that important antioxidant great for your liver health. ببینید EGCG رو توی ویدیو به عنوان یه آنتی اکسیدان خیلی قوی معرفی میکنه. اسم کاملش اپیگالوکاتچین گالاته، یه نوع پالیفنوله که تو چای سبز زیاده. نکته مهم اینه که منبع خیلی مشخص این ترکیب رو به سلامت کبد ربط میده. میگه برای محافظت سلولهای کبد عالیه. پس یعنی تمرکز روی همین یه ماده خاص توی چای سبزه. Number 4 is walnuts with those healthy fats, great for your liver as well. خب چهارمی گردوه. این یکی فکر کنم خبر خوبیه برای خیلیا. آره واقعاً. منبع اینجا مشخصاً به چربی‌های سالم توی گردو اشاره میکنه. میگه این چربی‌ها برای کبد خوبن. چربی‌های سالم گردو. آها. که اینم خب در راستای همون نگاه کلی منبع به نقش مثبت بعضی خوراکی‌های طبیعیه. دقیقاً. And number 5 is turmeric and that active component curcumin. And curcumin is known in the research to help with a fatty liver. Follow for more natural health tips. و میرسیم به آخری، 5مین مورد، زردچوبه. ویدیو خیلی مشخص از ماده فعالش یعنی کورکومین اسم میبره. بله، کورکومین همونه که رنگ زرد زردچوبه و خیلی از خواصش به خاطر اونه. منبع ادعا میکنه تحقیقاتی هست که نشون میده کورکومین میتونه به بهبود کبد چرب کمک کنه. جالبه که اینجا هرچند خیلی کلی ولی به یه پشتوانه تحقیقاتی اشاره میکنه. عجب. بسیار خوب. پس یه مرور خیلی سریع کردیم. لیمو اول صبح، سبزیجات تلخ مثل کلمپیچ، چای سبز و اون EGCG معروفش، گردو با چربیای سالمش و زردچوبه و کورکومینش. اینا 5 موردی بودن که تو این ویدیو اومده بود. حالا این اطلاعات برای شنونده های ما چه معنی میتونه داشته باشه؟ ببینید این بررسی کوتاه از این منبع در واقع یه دریچه کوچیک باز میکنه به این ایده که خب انتخابای غذایی روزانمون چقدر میتونن روی اندامای داخلی مثل کبد تأثیر بذارن، یعنی پتانسیلشو دارن. این منبع خاص روی چند تا گزینه طبیعی و خب نسبتاً در دسترس هم تمرکز کرده. شاید سوالی که برای شما پیش میاد این باشه که چطور میشه با انتخاب‌های آگاهانه تر توی رژیم غذایی، همونطور که این ویدیو هم یه جورایی داره میگه، به سلامت بلند مدت بدنمون کمک کنیم. این نکته‌ای که جای فکر بیشتر داره.